ما از بامداد تاریخ صاحب دولت بودیم و به بشر دولتداری رو آموختیم. ما استاد دولتداری برای بشر بودیم. این یک. دوم، از نظر فرهنگ و تمدن تاجیکان ملتی هستند که به جهان یک سلسله بزرگی فرزندانی برومند اهل علم و فرهنگ و معرفت و دین و هنر رو دادن که اونا بزرگترین نمایندگان تمدن بشری حساب میشن. اگر شما بعد همین مجلس در اینترنت همین را شاید بینید در پیشی ساختمان یونسکو، یعنی اداره علم و فرهنگی سازمان ملل متحد، یک مجسمه ایستاده است. 4 طاق بزرگان، یعنی 4 ایوان است، خیلی مثل منبر و از 4 طرف 4 نفر نشسته است. در زیرش نوشته است که 4 بزرگی تمدن بشری و هر 4ش تاجیک است: ابن سینا، زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، عمر خیام. همین 4 کس در نزد یونسکو مجسمه‌ای که به 4 طرف نگاه دارند